سلام و عرض ادب دارم. با شما هستیم با تحلیل یورو دلار. ما ابتدا یک بررسی اجمالی فاندامنتال رو داریم بر روی یورو و همچنین دلار. دلار آمریکا از چهارشنبه گذشته به دلیل احساس خطر عمومی به طور پیوسته در برابر ارزهای اصلی دیگه افزایش قیمت، افزایش اعتبار پیدا کرد. اگرچه مشخص نیست چه چیزی باعث این حرکت شده، چون ما تغییری در سیاست‌های پولی نداشتیم و هیچ چیزی تغییر نکرد و همچنین بازار انتظار داره که حداقل 2 کاهش نرخ تا پایان سال رو بر روی دلار آمریکا داشته باشه. از طرف دیگه یورو در برابر دلار آمریکا در هفته گذشته در هفته های گذشته بهتره بگم عمدتاً به دلیل تمایل به ریسک حمایت شد و در چند روز گذشته این وضعیت تغییر پیدا کرد. در جبهه سیاست پولی اعضای بانک مرکزی اروپا همچنان تکرار میکنن که در طول تابستان قبل از تصمیم گیری در مورد کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر منتظر داده ها خواهند. خب ما اگر بر روی چارت بیایم، ابتدا چارت دیلی، همونطور که در چارت دیلی مشخص شده قیمت نتونسته تا منطقه 1.10 صعود بکنه و با کاهش قیمت به زیر 1.090 باعث شده که باعث حمایت بیشتر از فروشنده ها شده و اکنون قیمت در محدوده 1.850 قرار گرفته. اینجا هستش که ما میتونیم انتظار داشته باشیم که خریدارها با ریسک تعریف شده در این سطح وارد بشن و یورو دلار را تا محدوده 1.10 صعود بدن. از طرف دیگه فروشنده ها هم تصمیم دارن که قیمت رو به زیر این محدوده تا 1.0727 پایین بکشن. خب ما اگر بر روی چارت H4 یا 4 ساعته مراجعه بکنیم، باز میتونیم مسائل رو تحلیلمون رو بهتر انجام بدیم. همونطور که بر روی چارت مشاهده میکنیم ما یک خط روند صعودی رو در این منطقه داریم و همچنین یک خط روند نزولی. میتونیم ببینیم که خط روند نزولی با قدرت بیشتری وجود داره و نزول فعلی رو داره تعریف میکنه. میتونیم انتظار داشته باشیم که فروشنده ها با قدرت بیشتر در این منطقه وارد عمل بشن و قیمت رو تا محدوده تایپ بکنن 1.0812 نزول بده و این منطقه مصادف میشه با محدوده 50% فیبوناچی ما. از طرف دیگه خریدارها هم در صدد هستند که قیمت خط روند نزولی رو بشکنه و ابتدا تا 1.090 و سپس تا 1.10 قیمت رو صعود بده. خب بر روی چارت 1 ساعته مراجعه میکنیم. بر روی این چارت ما بسیار بهتر میتونیم حرکت چارت و قیمت یورو دلار رو بررسی بکنیم. فعلا قیمت در محدوده 1.0850 داره تثبیت میشه. در همین جا هست که میتونیم انتظار داشته باشیم که فروشندگان به دنبال رد شدن از این منطقه هستن و قیمت را تا 1.0727 ابتدا 1.0812 و سپس 1.0727 نزول بده. از طرف دیگه فروشنده ها هم خریدارها هم در نظر دارن که قیمت از این محدوده رد بشه
و با شکست خط روند قیمت را تا 1.090 و سپس همونطور که عرض کردم تا 1.10 صعود بده. ما هر گونه صعود قیمت که منجر به شکست شدن خط روند نزولی بشه و عبور از محدوده 1.0867 بشه میتونیم وارد معامله خرید بشیم و استاپمون رو در 1.0823 قرار بدیم و تیپی اول ما 1.090 1.0950 و سپس 1.10 باشه و هر گونه نزول به زیر محدود قیمت 1.0825 میتونیم وارد معامله سل بشیم و تیپی اول ما محدوده 1.080 و سپس 1.0727 بشه. ما رو دنبال بکنید، ما را به دوستان خودتون نیز معرفی بکنید تا همگی با هم معاملات پرسودی رو داشته باشیم.